سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین و خیلی خوش برگشتین به یه ویدیوی دیگه با من. امروز قراره راجع به ریکامندیشن لتر ها یا همون توصیه نامه ها صحبت بکنیم. بدونیم که اصلا این مدارک چیا هستن و از چه افرادی باید اونها رو تهیه بکنیم. خب قبل از اینکه من ویدیوی خودم رو شروع بکنم و توضیحات لازم رو راجع به این مبحث خیلی مهم بهتون بگم، ممنونتون میشم ویدیوی من رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و برای من کامنت بذارید. و اگه موضوعی هستش که دوست دارید راجع بهش بیشتر اطلاع داشته باشین، برای من توی پست‌ها بنویسین که من بتونم براتون ویدیو تهیه بکنم و توی کانالم بذارم تا همه بتونن ازش استفاده بکنن. اول از همه دوست دارم ریکامندیشن لتر ها یا همون توصیه نامه ها رو تعریفش رو بگم که اصلا چی هست. ببینید، توصیه نامه یا همون ریکامندیشن لتر ها در واقع یک نامه ای هست که شما از یک فردی دریافت میکنید. حالا این فرد کی میتونه باشه جلوتر کاملا براتون توضیح میدم و اینکه اصلا باید چه جایگاهی داشته باشه. توی این نامه قراره یه اطلاعاتی راجع به مهارت‌های شما، راجع به تواناییاتون، راجع به اون کارهایی که کردین و در نهایت راجع به شخصیت شما، شخصیت خودتون و اون حالتی که توی تیم دارید رو توصیف بکنه. حالا میخوام انواع اقسام ریکامندیشن لتر ها رو براتون نام ببرم. ما در حالت کلی 3 دسته ریکامندیشن داریم. یکی پرسونال ریکامندیشن هستش که در واقع یک چیزیه که خودمون راجع به خودمون مینویسیم. این قسمت اصولا به صورت پرینتی یا PDF نیستش و توی بعضی از حالا جاب ها یا مثلا تو بعضی از دانشگاه رو قسمت پرسونال اینفورمیشن شما، اون قسمت هایی که در واقع شما باید اطلاعات شخصی خودتون رو مثل نامتون، مثل شماره پاسپورت و اطلاعات اینچنینی رو وارد بکنین، یه قسمتی هست که جزء فیلد ستاره دار هست و نمیتونید اون رو ردش بکنید و باید توش بنویسید. لازمه که راجع به خودتون یه سری اطلاعات بذارید که خیلی طولانی هم نیست. اتفاقا یک تعداد مثلا حروف خیلی کوتاهی داره. مثلا شما در حد 150 تا کلمه باید خودتون خیلی کوتاه و مختصر توصیف بکنید که کی هستید و چه فعالیت هایی داشتید و اینکه در آینده پلنتون چی هست. مورد دوم و سوم پروفشنال ریکامندیشن ها و اکادمیک ریکامندیشن ها هستن که در واقع اینها میتونیم بگیم که ساختار کلی نوشتنشون مثل همدیگه هستن. اینم میخوام تو پرانتز بهتون بگم که در حالت کلی ما میگیم که ما به دنبال ریکامندیشن لتر ها هستیم. اصلا لازم نیست که خودتون درگیر این بکنین که الان من باید پروفشنال ریکامندیشن داشته باشم یا اکادمیک ریکامندیشن داشته باشم. یکم دیگه بریم جلوتر خودتون متوجه این قضیه میشید که در حالت کلی ما به همه اینا میگیم ریکامندیشن لتر ها یا همون ریکامندیشن. زمانی که شما دارید برای یک پوزیشنی توی دانشگاه مثلا مثل مستر، مثل PhD، مثل پست‌داک اپلای میکنید، طبیعتا تو فضای آکادمیک هستید و باید از افرادی در واقع ریکامندیشن لتر ها رو بگیرید و اینها رو براتون بنویسن که خب قاعدتا ما به اون فرمت شما میگیم آکادمیک ریکامندیشن. و پروفشنال ریکامندیشن ها اصولا کسایی هستن که هد شما توی محل کارتون هستن یا افرادی هستن که توی تیمتون دارین کار میکنید و کسایی هستن که صلاحیت دادن ریکامندیشن رو به شما دارن. حالا میخوایم بگیم که چه کسی میتونه به ما ریکامندیشن لتر بده و در واقع به فردی که ریکامندیشن لتر به ما میده ریکامندر هم گفته میشه. میخوام برای اینکه یک مقدار روشن‌تر بشه براتون با یه مثال براتون توضیح بدم. مثلا شما دانشجوی کارشناسی هستی و میخواین برای ارشد اپلای بکنید. میرید استادی رو پیدا میکنید که این استاد اولا که بچه استاد رسمی دانشکده‌تون باشه، یعنی در واقع اون ایمیل آکادمیک رو داشته باشه. به شما نمیتونید ایمیل شخصی استادتون رو توی در واقع اون ریکامندیشن لترتون بذارید، به خاطر اینکه اصلا کار خیلی درستی نیست و اصلا کار خیلی آکادمیکی نیست و ممکنه که حتی ریکامندیشن لترتون رد بشه، یعنی توسط اون دانشگاه اون کمیته که داره بررسی میشه معتبر خونده نشه و اون رو ردش بکنن. سعی کنید استادی رو انتخاب بکنین که اسمش رو اگه آدم سرچ میکنه یه 4 تا مقاله، یک فعالیتی در سطح بین‌الملل داشته باشه، به خاطر اینکه ببینید شما توسط این آدم دارید معرفی میشید و این یه جوری در واقع
تو لول شما هم تاثیرگذار هستش. پس سعی کنید که استادی باشه که استاد به نام باشه که بتونید در واقع یه جوری از صلاحیت اون استاد به نفع خودتون هم استفاده بکنید. مورد بعدی که خیلی 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 مهم هست اینه که یک استادی رو انتخاب بکنید که استاد به فکری باشه. ببینید درسته که بعضی از استادا لطف دارن به ما رکامندیشن لتر رو میدن، ولی شما فکر کنید در سال چند تا دانشجو از این استاد میان رکامندیشن رو میگیرد و این استاد باید در هر روز چند تا ایمیل رو باز بکنه. پس سعی بکنید استادی رو انتخاب بکنید که سرش خلوت باشه یا اگه سرش شلوغ هست برای این قسمت ارزش و احترام قائل باشه. به خاطر اینکه خیلی از اساتید چون چک نمی‌کنن ایمیل خودشون رو و دانشگاه هم یک ددلاین خیلی کوتاهی دارن برای اینکه استادها در واقع بهشون پاسخ بدن و در واقع شما رو تایید بکنن، ممکنه که اون دانشگاه شما و اون پوزیشن شما بپره و خب ممکنه که خیلی وقتا هم اپلیکیشن فی داده باشین و خب این خیلی وقتا اصلا به ضرر و هست برای شما. خب حالا بریم نگاه بکنیم ببینیم که اصلا توی این رکامندیشن لتر هایی که ما این همه راجع به صحبت کردیم چی باید بنویسن. ببینید همونطور که گفتیم یک نامه هست این رکامندیشن لتر و بعد اصولا بین 3 تا 4 بند باید باشه. توی بند اول استادتون میاد در حد 1 تا نهایت 2 خط از خودش توضیح میده، خودش رو معرفی میکنه، میگه من دکتر ایکس هستم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مثلا یک کوچولو در همین حد خودش رو معرفی میکنه و بعد خیلی 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 کوتاه از شما توضیح میده، خیلی کوتاه در حد اینکه مثلا بگه که من استاد فلانی بودم، اسم شما رو میاد میگه و بعدش تا همین حد میشه بند 1 شما. بند 1 خیلی بند پرمحتوا و پر دیتیل و اطلاعاتی نیست. توی بند دوم نویسنده یا همون رکامندر میاد از توانایی شما، از مهارت‌های شما توضیح میده. مثلا اگه شما با این استاد یک فیلدی داشتید، مثلا روی یک پروژه کار کردید یا اصلا استاد راهنماتون بوده یا استاد مشاورتون بوده، میاد توضیح میده، میگه که آره مثلا این توی ما مثلا به مدت 6 ماه 2 سال روی این موضوع کار کردیم و تواناییاتو میاد میگه، مثلا چجوری مدیریت میکردی، چجوری با مشکلات کنار میومدی و چیزای اینچنینی. میاد یه مقدار راجع به توانایی شما توضیح میده. یه جوری هم باید باشه که نه خیلی اغراق‌گونه باشه، نه خیلی دست پایین و خیلی که اینجوری که مثلا خود خواننده بگه که اوکی این اصلا فرد مناسبی پس نیست و اصلا رغبت نکنه که بره پاراگراف سوم رو بخونه. یه بند سوم دیگه یه ذره از اون حالت آکادمیکی که بند دوم داشت یه ذره خارج میشه و شروع میکنه یه مقدار راجع به خصوصیات اخلاقی شما گفتم. مثلا اینکه میگه که آره مثلا چند بار شد که بیرون از ساعتی که باید کار میکرد ولنتیر شد که بیاد مثلا توی پروژه به بچه‌ها به همگروهیاش کمک بکنه و شروع میکنه یه مقدار راجع به صفات و خصوصیات اخلاقی شما بیشتر مانور دادن و توضیح دادن، یه جوری که خیلی اغراق‌گونه نباشه. حواستون به این قضیه باشه. بند بعدی که بند آخر و حالا میتونیم بگیم بند 4 هستش، یه بند جمع‌بندی هستش. توی بند آخر دیگه وقتشه که بگه که خب من این آدم رو ساپورت میکنم و مطمئنم که یه فردی هستش که حالا مفید خواهد بود. اگه اطلاعات بیشتری خواستید راجع به این خانم و یا آقا میتونید با اطلاعاتی که حالا مثلا من براتون میذارم، مثلا شمارهشون رو میذارن، ایمیلشون رو میذارن، میتونید با من در ارتباط باشید و خب در نهایت هم یک سپاسگزاری و تشکر و اسمشون رو میذارن و یه حالت یک فرمتی داره که در واقع یک فرمت رسمی یک نامه باید رعایت بشه. چند تا نکته خیلی خیلی مهم اینه که سوال ایجاد شده بود از من، چون پرسیده بودم میخوام بهتون بگم. من خیلی جاها دیدم که تاکید دارن که اگه رکامندیشن لترتون توی سربرگ دانشگاه نباشه مورد قبول نیست. من این رو اصلا قبول ندارم، به خاطر اینکه 2 تا از رکامندیشن لترهای من توی سربرگ دانشگاه نبودن و اتفاقا از قضا من اونها رو هی میفرستادم و در واقع آپلود میکردم، به خاطر اینکه استادی که پشتشون بودن بسیار استادای اکتیو بودن و خیلی به من لطف
داشتن و توی این مدت خیلی به من کمک کردن و اصلا این مورد برای من هیچ مشکلی پیش نیومد، چه توی سربرگ دانشگاه باشه چه نباشه خیلی حساسیتی ایجاد نمیکنه. ولی نکات خیلی مهمتری هستن که باید بهشون دقت بکنید. یکی از اون نکات که اول ویدیو هم گفتم اینه که حتما ایمیل باید ایمیل آکادمیک باشه. حواستون لطفا به این قضیه باشه استاد ایمیل شخصی خودش رو ننویسه، چون اصلا قابل قبول نیست. مورد بعدی که باید حتما حواستون باشه بچه‌ها، از اساتیدتون خواهش بکنید براتون تاریخ نزنن، چون وقتی تاریخ میزنن یه جوری انقضا داره و حالا شاید شما اصلا سال اول خدای نکرده نتونی از اون دانشگاهی که میخواین پذیرش بگیرین. وقتی یک ددلاینی براش تهیه میکنن یه ذره دست و پای شما بسته میشه و خب این یه مقدار دوباره استاد رو پیدا کنین بهشون بگین که دوباره یکی دیگه بنویسین، ممکنه براتون سخت بشه. پس ازشون خواهش کنید که اصلا براتون تاریخ نزنن. مورد بعدی اینه که حتما توصیه نامتون باید امضا داشته باشه، امضای الکترونیک. حتی اگه شما به استادتون درخواست میدین و در واقع از طریق مکالمه بوده، یعنی شما حضوراً از ایشون دریافت نکردید ریکامندیشن لتر رو، ازشون بخواید که امضای الکترونیک بزنن، چون بدون امضای در واقع استاد شما و اسمی که خودشون باید دستی براشون بنویسن زیر امضا، این حائز اهمیت نیست. مهم هست بچه‌ها خیلی از استادامون متاسفانه زبان انگلیسیشون خوب نیست و خیلی مواقع شده که در واقع حالا به خاطر این قضیه یه مقدار پافشاری بکنن که بگن نه ما وقت نداریم یا حالا هر چیز دیگه. شما میتونید یک متنی رو آماده داشته باشید، ولی نه اینکه از همون اول بهشون بگید، چون خیلی قشنگ نیستش. میتونید مثلا اگه دیدید استادتون وقت نداره، سرشون شلوغه، خیلی محترمانه یه جوری که وقت خدا نکرده ناراحت نشن و ازشون بخواید که یعنی بهشون بگید که مثلا من یک متنی آماده دارم، اگه شما حالا فرصت ندارید میتونید این متن رو مطالعه بفرمایید، اگه مورد تایید شما هست میتونید اسم من رو بذارید و امضا کنید و به من بدید، ولی این پیشنهاد رو نگه دارید برای آخرین گزینه. یه نکته دیگه که چون من اینو علنا و به چشم دیدم توی یکی از همکلاسی‌های خودم، ایشون یک در واقع توصیه نامه آماده کرده بودن، خودشون نوشته بودن، یعنی یک متن، همین یک متن رو داده بودن به 3 تا استاد و ازشون امضا گرفته بودن و حالا اساتیدم که خب دیده بودن که اوکی متن که متن درستیه و آماده است و خب اوکی منم امضا میکنم و میدم بهت، در صورتی که خب اون استاد نمیدونست که خانم و آقای دکتر ایکس و ایگرگ هم دقیقاً همین رو امضا کردن و بسیار بسیار این کار غیر آکادمیک و غیر حرفه‌ای هست. هیچ وقت از این اشتباهات نکنین، اصلا درست نیست. مورد بعدی هم یکی از راهایی که دستتون بیاد اصلا ریکامندیشن لتر چیه و طبیعتاً با توضیحای من بخواید یکیش بکنید، اینه که خب طبیعیه آدم توی گوگل سرچ میکنه و میگه که اوکی مثلا ریکامندیشن لتر رشته مثلا فلان رو، مثلا فیزیوتراپی و رشته مثلا نوروساینس رو بیاد و حالا بذاره کنار هم دیگه و بتونه بخونه. از اونها کپی پیست نکنید، سعی کنید که در واقع توی ذهن خودتون یه کلیتی داشته باشید، یه متنی آماده بکنید، اون متن هم نگه دارید پیش خودتون. اگه 1% استاد وقت نداشتن میتونید اون رو بهشون پیشنهاد بدید. شاید این قضیه خیلی حالا بگید که حالا مثلا چی میشه اگه من توی گوگل بردارم. ببینید شما 1 نفر هستید ولی استادی که اون طرف وایساده شاید سالانه 200 تا 300 تا دانشجو داره براش اپلای میکنه و هر کدوم اینا شاید 2 تا 3 تا حداقل داره براش ریکامندیشن لتر میفرسته و شما فکر کنید خودتون رو بذارین جای اون استاد. خب طبیعتا میدونه که این یک متن کپی پیست شده است و این اصلا حرفه‌ای نیست و کاملا به ضرر شماست. نکته بعدی که خیلی 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 مهم هست اینه که حتما بعد از اینکه اساتید زحمت کشیدن ریکامندیشن لتر رو به شما دادن، لطف کنید مو به مو دقیق بخونید، غلط گرامری و غلط املایی نداشته باشه. به وفور دیده شده، به خصوص استادایی که توی ایران هستن متاسفانه این اتفاق خیلی خیلی پیش اومده. حواستون باشه هر یه دونه این اشتباههای کوچیک بچه‌ها فقط دودش به چش شما میره. پس خیلی با دقت لطفاً اینا رو بررسی بکنید که خدای نکرده دچار مشکل نشید. نکته بعدی که خیلی مهمه و سوال پرسیده میشه، ما چند تا باید ریکامندیشن داشته باشیم؟ ببینید در حالت کلی بین 3 تا ریکامندیشن کافیه، ولی من خودم
فکر میکنم 6 یا 7 تا ریکامندیشن لتر رو گرفتم، هم از در واقع جایی که داشتم کار میکردم به عنوان استاد دانشگاه از رئیس دانشگاهمون گرفتم و همین که از استاد راهنما و استادایی که باشون کار کردم، استادایی که نمره بالا گرفته بودم از درساشون و چیزای اینچنینی. من خودم حالا میگم من یه ذره زیادی گرفتم، ولی چرا بهتون میگم یه مقدار بیشتر از 3 تا بگیرید؟ به خاطر اینکه فیلد ستاره داری که شما باید بذارید تو قسمت ریکامندیشن لترها بین 2 بعضی دانشگاه 3 تاست. اگه قرار باشه بچه‌ها 3 تا حتما وارد بکنید، شما فرض کنید یکی از استاداتون وقت نکنه، یکی از استاداتون خدای نکرده یه اتفاقی براشون پیش میره و این فقط باعث میشه که کار شما عقب بیفته. پس به نظرم حداقل 4 تا 5 تا استادتون رو ازشون خواهش بکنید که بهتون ریکامندیشن لتر بدن و چیزی که نگران این قضیه هستن دیگه نباشید و خیالتون راحت باشه که پرونده بسته شده. خب اصلا دانشگاه چجوری این ریکامندیشن لترها رو بررسی میکنه؟ ببینید این چیزی که خیلی عرفه اینه که شما از اساتیدتون ریکامندیشن لتر رو به صورت پرینت شده یا حالا اسکنش رو برای شما ارسال میکنن. دانشگاه ها فرمت های متفاوتی دارن و ممکنه که یکی از این 2 تا یا حتی هر 2 تاشو همزمان بخواد. شما تو قسمتی که در واقع شروع میکنید راجع به فیلد ادویکیشنتون، یعنی فعالیتاتون شروع میکنید به پر کردن، میرسیم به قسمت ریکامندیشن لترها که باز بستگی به دانشگاه داره. بعضیا یه دونه، بعضیا 2 تا و بعضیا حتی 3 تا. من خودم داشتم 2-3 تا بودن که حتی 3 تایی خواستن. 3 تا فیلد ستاره دار هست و باید اطلاعات اون استادتون رو بنویسین، از آدرس ایمیلشون، شماره تماسشون و اینکه نامشون، نام خانوادگیشون و اینکه چه تایتل و عنوان شغلی دارن رو باید وارد کنید. و حالا قسمت اگه قرار باشه که شما پی دی اف رو آپلود بکنید، قسمتی داره که پی دی افشون رو آپلود میکنید و حالا این کار رو برای بقیه استادهایی که خواستن هم انجام میدید. ولی یه سری دانشگاه‌های دیگه هستن فقط از شما مثلا اطلاعات خود اون استاد رو میخوان، اسمشون و فامیلشون و همین چیزایی که گفتم و عنوان شغلشون رو، و خودشون ایمیل میزنن به استادتون و ازشون مستقیما سوالاتی مربوط به شما میپرسن. حالا یا فرم میدن بهشون که اونا پر بکنن یا یه سری سوال میپرسن که اونا باید جواب بدن. به خاطر همین میگم که لطفاً استادی رو انتخاب کنید که وقت داشته باشه، استادی رو انتخاب بکنید که فرصت این رو براتون بذاره که این کارا رو براتون انجام بده. این استاد خیلی مهمه. من به قول خودم عمل کردم و دارم مرحله به مرحله توی این کانال سعی میکنم که منظم ویدیوام رو آپلود بکنم تا یه مسیر روشنی رو جلوی پای شما بذارم. امیدوارم که بچه‌ها بهم کمک کنید با لایکاتون، با در واقع سابسکرایبایی که میکنید، کامنت هایی که برای من میذارید، به رشد کانال من و دیده شدن کانال من کمک بکنید. این خیلی برای من با ارزشه و به من انگیزه میده که بتونم سریعتر و با انگیزه خیلی بیشتر ویدیوهای بیشتری براتون ذخیره کنم. خیلی دوستتون دارم و به زودی زود توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.